имрӯз устодону донишҷӯёни филиали донишгоҳи технологияи тоҷикистон дар шаҳри Исфара суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати рӯзи дониш ва ифтитоҳи бинои асосии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино тавассути телевизион тамошо намуданд. ضمن سخنرانی در روز اول سال خانش 2022-2023 سرور دولت محترم امامعلی رحمان وابسته به وضع جامعه جهانی تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان و اقدامهای سازنده راهبریتی دولت و حکومت مملکت آید به رشد ساحه معارف، بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی، تأمین جایهای نشست برای خوانندگان و وظیفه‌های آینده در نزد معارفچیان جهت بهداشت سطح و صفت تعلیم و تربیت و جلب خوانندگان به دانش آموزی اندیشه‌رانی کردند. تاکید گردید که برای باز هم بهتر نمودن شرایط تحصیل و فراهم آوردن امکانیت‌های زمانوی تعلیم در کشور بنیاد ده‌ها مؤسسه تعلیمی با نظرداشت طلبات زمان ادامه دارد و تا تجلیل 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قسم بیشتری آنها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. باید تذکر داد که اهل استادان فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره بهر بهتر نمودن سطح و صفت تحصیلات، جاری کردن اصولهای نوی تعلیم و ثمره‌انداز استفاده نمودن ساعت‌های درسی پیوسته زحمت می‌کشند. بنابر سخنان دیرکتور تعلیمگاه مظفر خالقزاده، فیلیال متخصصان را از روی 28 اختصاص‌های تکنیکی و تکنولوژی و آموزگاری و اقتصادی که به طلبات بازار مهنت داخلی و خارجی موافقت می‌نمایند تیار می‌کند. بر روند تعلیم 22 نامزد علم، 2 دوسنت، 32 نفر آموزگار کلان، 14 نفر اسیستنت، 21 نفر اسیستنت کارآموز و 7 لابرانت در عموم 74 نفر فرا گرفته شدند. در تعلیمگاه 700 نفر دانشجوی از جمله در 27 گروه اکادمی، 391 نفر روزانه و 309 نفر فاصلوی به علم آموزی مشغولند. در اینجا نمایندگان بدخشان و ختلان، ناحیه‌های تابع مرکز، شهر و نواحی ولایت سوخت همچنین از جمهوری ازبکستان دانشجویان تحصیل دارند. تماشای متشکلانه سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مناسبت روز دانش در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی نیز صورت گرفتند. گزارش صابر ایوبوف، عبدالوقاص علیموف برای برنامه اطلاعاتی اخبار.